سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. اسمم آبتینه و دیگه چنل جدید زدیم و بریم سراغ فعالیت جدید که همتون میدونید اسم چنل من آبتین فیت اس هستش که تازه زدیمش به خاطر اینکه من هم به علاقه دارم هم به پس، به خاطر همین ما این چنل رو زدیم و که حمایت کنید دیگه، یه جوری حمایت کنید دیگه ما بریم بالا، بریم سراغ ویدیو و برای کلی پس و فیفا و از این چیزا براتون بذاریم. ببخشید از این چیزا براتون بذارید، همونطوری که الان حالا من تصویر کامپیوترمو بیارم. ما X24 داریم، پلی‌استیشن X5 داریم دیگه. تو اینجا ما ماشین بازی تحلیل هم میتونیم بکنیم ماشینا رو و پس هم که داریم، پس 21 پس قدیمی هم میتونیم بازی بکنیم، هیچ مشکلی ما نداریم. پس همین الان دکمه سابسکرایب بزنید خدا وکیلی. ما دیگه خیلی زحمت کشیدیم واسه اینکه بتونیم یه دونه ویدیو همین الان درست کنیم. واقعا الان چون که شب و تاریکه ما خیلی دردسر کشیدیم. لحظه ما خیلی دردسر کشیدیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم با نور RGB یه کاری کنیم که برگزار بشه. فیلم هم گرفتیم، بعد دیدیم دوربین، یعنی دوربین تصویرش خیلی بد بود و به خاطر همین مجبور شدیم که دیگه کلا بیایم برق روشن بکنیم. حالا از روزهای بعد انشالله دیگه اگه حمایت ها بکنید و کانال مانیتایز بشه بره بالا، انشالله با نور RGB هم براتون ویدیو خواهیم گرفت و دیگه کلمه هیچی ندارم. سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو بزنید که بریم سراغ این ویدیو. 2 دقیقه رفتم، برو بریم، let's go. خب همونطور که میبینید اینجا ما F24 داریم با پس 21 و 13 اسیتو کورسا کالافه. اینا ماشاءالله واقعا نریس. فارکرای هنو باز نکردم. این اودروردلیه بلکنی دی. حتما اگه خواستید تو لپتاپ اگه بلد نبودید چجوری DNS هاتون رو بزنید، حالا تو چه ویندوز 10 چه ویندوز 11 7 8 1 9 که نداره، XP ویستا هر چیزی که 98 چیزی که هر چیزی که بلد نبودید این برنامه رو بریزید حتما. این برنامه خودش دیگه واسه تو قشنگ DNS میاره، خودش اسمش ایران DNS سویچه و اصلا داخل حتما اگه گوگل کرومی اگه بلد نبودید مایکروسافت ادج سرچ بکنید بزنید VPN دانلود VPN برای کامپیوتر سایت یاستانلود میاره، میزنید دانلود 98 میکنید و هر وقتم که بزنید راحت DNS تون عوض میکنه، راحت میتونید بازی رو اجرا بکنید. حالا ما میریم DNS بازی ایران DNS سویچ خفن بودیم ما و اصلا همونطوری که بهتون گفتم وسط ویدیو بود و خاطر همین دیگه ما کلا ویدیو رو قطع کردیم. ولی خب الان میخوام بهتون بگم که چی بود. راستن از این قراره که ما با منچستر یونایتد رفتیم داخل چیز با منچستر یونایتد رفتیم داخل مستر لیگ و بازی رو شروع کنیم که دیدیم نور بد و به خاطر همین کافم بودیم. ما همونطوری که بهتون گفتم وسط ویدیو بودیم و خاطر همین دیگه ما کلا ویدیو رو قطع کردیم. ولی خب الان از همین الان میخوام بهتون بگم که چی بوده. داستان از این قراره که ما با منچستر یونایتد رفتیم داخل چیز با منچستر یونایتد رفتیم داخل مستر لیگ و بازی رو شروع کنیم که دیدیم نور بد و بخاطر همین کلا تصاویر رو قطع کردیم و الان هم که دارید میبینید یه ویدیو جدید داریم ریکورد می‌کنیم و ما با یوهان کرویف رفتیم و الان هنوز هیچ کاری نکردیم و همین الان تازه وارد شدیم. دیگه ناراحتی نداریم و میریم دیگه بازی رو شروع کنیم. ما فوروارد میکنیم تایم دیگه. حالا خودتون حالا هر تیمی که دوست داشتید ما این مثلا نجات حساب میشه، هر تیمی که دوست داشتید ما نجات بدیم رو بگین. مثلا مثل
فقط مثلا سال 2021 توجه بکنید که چه تیم هایی خراب کردن. مثلا اون سال پی اس جی خوب بود دیگه، بایر مونیخ عالی بود، بایر مونیخ اصلا خیلی خوب بود تازه بود، ولی منچستر یونایتد اون دورش نبود. یعنی هیچ وقت منچستر یونایتد 2000 از 2000 تا 2010 نمیشه هیچ وقت. واقعا منچستر یونایتد خوب بود. بعد الان شما میگید که چرا من 14 سالمه و چرا از 20 سال پیش خبر دارم؟ بخاطر اینکه خب عاشق فوتبالم دیگه، میرم همه این چیزا رو بالاخره میبینم. من طوری که قبلا تحقیق کرده بودم الان بریم نگوشیشن بیانه وای ببینم ما رو دوشواریم این ادوانسیس و جیرون سانچو و جولیان برانز هستن. سانچو و جولیان برانز هست که جفتشون فیری هست. یعنی فیری اونجور نه، منظورم اینه که یعنی مال یه باشگاه نیستن، یعنی راحت تر میتونیم بگیم. من با این 3 ساله میخوام بزنم. بعد یه دونم هستش خب که همه تو میدونید یولیان براند، این هم باز سی ام اف هم سی ام خودمون میشه و این باشه. این هم 3 ساله میبندیم ببینیم چی میگم. 523 میلیون ندیدم. یه دونه دفاع راست خوب هم تیمم میخواد واقعا، یعنی ون-بیساکا رو داریم، البته دفاع چپ میخواد. پس پوزیشن میدیم، تو پوزیشن دفاع چپ رو انتخاب میکنیم. سنتر بی هم بود باشه خوب هم بیران توی گلن پاک میکنیم. 1641 بازیکن میکنیم. خب کلابو که ورش کن، ایجش مهمه. از 25 31 باشه خوبه. بعد داشتیم میگفتم ایجش هم 31 باشه خوبه. خب این از این راحت. بعد این 80 بعد مارکت ولیش برای مهم نیست، فقط اوورال ریتینگش از 85 تا 88 هم باشه خوبه. کلن زده بازی کن دارم. لاپورت امتیتیه با داوید آلا. لاپورت همه سنش پایین تره، یعنی به ترتیب سن 26 27 28 از بالا به پایین. حالا شاید بگید که چرا اینجوری میکنید. تیم رولش نه، تیم رول نمیخوایم بزنیم برای چون که ما خیلی زیاد پول داریم از این قطع راموس. نه من یک سوالی دارم که راموس سرخیو راموس بازیکن عالی فوق‌العاده خوبه تیم رئال مادرید. الان فکر کنم زاویه من بهتره. تیم عالی، اصلا عشقم را اصلا اوف چه تیمی. البته این که الان پرتغالی الان، ولی چه تیمی. راموس نمیدونم، حالا به سری از دلایل نمیگیریم. پوزیشن سی بی آر بی میزنم. خب بعد میریم بگیریم.
طبق معمول هم پایینیاش فری ایجنت نظر من نه هنوز فری ایجنت رو نمید اینا فری ایجنت بدی موافقت یکشونو بهترینشونو بگیریم یه لحظه اسپایدرمن اکورمن چی؟ بهترینشونو با هم بگیریم این 18 سالشه برونه 16 سالشه تیمایی رو میگیرم ساینش کردم بیا تو تیمم خوش اومده چی گرفتم یا رفتی یا تیمم بله رفتی یا تیمم دست کانتین خب ایشالله بدرخشی تنها چیزی که بکنم اینه که ایشالله بدرخشی ببینم چه وقتی سرم میخوره بریم یکم تایم خداوندی اسکیپ کنیم ببینیم داستانش چیه یکیچ بردیم راضیم واقعا راضیم یعنی اصلا داداش پارت 1 از همینجا شروع شده نمیخواد تموم بشه پارت ماما میا ماما سیتا کاچ به بازیکن جدید رونمایی شد به نازم برادر 16 سال 66 قطعا یکی از بهترین خواهد بود آقای اسمش نمیدونم کیه جفتشون قبول میکنم سانچو و برانت اکسپت کنم سالری بود سالری بودجه نداریم یعنی چی؟ مسخره بازی خدا وکیلی رشد داداش خدا وکیلی یعنی چی الان سالری بودجه نداریم؟ یعنی بگیم این مسخره بازی خدا وکیلی من بزیم بیرون دالو جان بفهمون ریلیز یه دونه خرابه الان سانچو نمیاد چه مسخره است دیگه الان بریم که اونو تا این نمیتونه رینگوشیت ترانسفرفین انوال سالاری داداش نه نمیخوام سانچو برو نه باید سالاری بودجه رو چجوری من باید دست برم الان نمیدونم سالری بودجه رو من باید چجوری دست برم واقعا مگه اسکاوت نداریم؟ اسکاوت اولا هرچی هستش مگه نداریم؟ همینو بری اسکاوت پوزیشن اف نباشه دیگه دیفندر نه نان مثلا بودجه انیبل داشت من یه بازی کنم قلبیم به اسم امیلان 4 خوردیم یا حضرت یا خدا امیلان 4 تا خوردیم یا امام زمان 4 تا امیلان بیست برانت
تو عشق است برام، تو عشق است. اینکی پنیا، اینکی پنیا اینش نسا فکر نکن. به به آقا براند باشه، براند. آقا براند برو بریم ببینم چیه ترتیب. اینجا بریم آقا براند تو ما میاریم به جای آقا رشبو. چی؟ آقا فره اشتباه شد بنازم من. بعد ما دنبال یه اردبیلوی فوقلاده هستیم که انگاری گیرین بوده که اونقدر فوقلاده نیستش و همه میریم که اصلا اونقدر بوده. و داداشم داوید دخیا کاپیتان این روزای یونایتد، کاپیتان این روزای یونایتد داداشم داوید دخیا. این گلچه اصلا خوبه، اصلا عالی، بخرش. کارت ندارم، کنترل دارم، بخرش. ون بیساکا خوبن، همین تیم عشق است. اصلا اینو باید بگیم. تیم چیدی شد. این بازی هم اسکیپ میکنیم. اولین بازی از اوضاع خراب شد. چپتر داشتی حال دارین ها. چپتر رو مهم میشه نگاه میکنی. آقا من اینو اسکیپ میکنم. بازی بعدی که انگلیشه رو فینگلیشه رو من بازی میکنم. ببینید که چی میشه. نگوشیشن من با کسی نگوشیت داشتم. اسکاوت بابا چیه اینا اسکاوت میگن. نه پلیر تو باشه میگن 30 سالشه. او ویکتور اوسیمن بخرش داداش، بخرش که پول نداریم، پولمون ترکش میده. ولی امنه 2 ساله داداش بیا خدا وکیلی بیا. گلبونه سمش که گلبونه سمش که برو بیا. 29 این 30 اصلا بازم باید بگم. اصلا ببین زانوی پرتوا چی؟ این بازی که نه نکست میکنیم 100%. این بازی این چی؟ بابا نکست کنیم. چه اذیت میکنم واقعا. بنازم چلسی اصلا لیگ اوپنر. این چپتر رو باید نگاه کنیم. I might use him. مگه اومده؟ بله اومده؟ نگوشتریشن رو بیا. نگوشتریشن جیدون سانچو دلغر. اوه فهمیدم کدوم میگه. نه با من استفاده نمیم 66 ولی خدا وکیلی کار نداره. پس 21 حالا با پس 13 و همه اینا مقایسه میشه ولی به نظر من بعد از پس 13 پس 21 واقعا بهترین پس. اصلا نمیشه دقیق اصلا باید نه بابا پس 21 واقعا خوب. واقعا اصلا نمیشه گفت نه اصلا
آخر نسخه پس بود. بعدش کنامی قشنگ گند زد تو محصولاتش که ای فوتبال 22 رو ای فوتبال 2022 رو معرفی کرد. قشنگ گند زد تو هرچی معادلات فوتبالی اون موقع پس با فیفا مقایسه میشد. الان 100% همه میگن. حالا بعضی هم هستن مثل من جفتشون دوست دارم، بعضی هم هستن دیگه پس رو دوست دارم فقط. من جفتشون بازی میکنم واقعا، ولی واقعا بازی خوبی هستن. ولی اوجه گرافیک اینو ببین یه لحظه فقط خیره بشه. این 100 هیچ فیفا 23 ما میدونم 100 هیچ گرافیکش 100 هیچ اصلا 100 هیچ میدنه. خیلی واقعا گرافیکشون فکر ببین به چه چیزایش توجه کردن. مال اون زمانی که رونالدو میپرید بالا تو یونایتد یه سال بعدش این همون این بهش چیز کنه. نگاه کن تو رو خدا من کیا میگن که فیفا 21 فیفا 22 یا فیفا 23 از پس 21 بهتره. واقعا کی هنوز میگی؟ هنوز بازم الان ما میگید که فیفا 21 یعنی فیفا 21 و فیفا 22 و فیفا 23 کلا فیفا این سه تا نسخه فیفا با پس 21 برابری میکنه یا اف سی 24. حالا علاوه گرافیکی نه، علاوه بازیتی، علاوه منهاش با ببین اصلا داداش این چیزی که هنوز اف سی 24 یا اف سی 25 هنوز نیورده همچین صحنه که بیاد بگه ساب سایکلاشو بگه دیگه نمیدونم چیزای دیگه شو بگه ساب سایکل سابستیوتد حالا تعویضیاشو بگه. چیزی که هنوز اف سی 25 وارد نکرده ولی اینا وارد کرده. الان من بپرسی پس 13 از فیفا 13 تا فیفا 20 رو میزنه راحت میزنه. خیلی خوب بود زمان خودش واقعا خوب. حالا بریم سراغ بازی دیگه کم نگیم. فیفا هم کم نگیم. فیفا خیلی بازی خوبه ولی به پای پس 13 نمیدونم رو باید همه هم رو قبول کنم. من این گوشه دارم با تو بازی میکنم یه توپم میگیره این بالا یه شوت قشنگ زد. این که به موویو میگه این کنه چه ضربه اصلا سامدشی زد واقعا ضربه شد. خواهم سانت برونو فرناندز بچه کاتو ببینید دیدی کاتو لوکشا وای پوگبا واقعا نسل به جرأت میتونم بگم پوگبا یک از بزن آفتاب وای چه پاسی بود و بله. Muchas gracias afición, este para vosotros. تهرانم که رشورده که شما پوگبا بنداز از گیرموت میرسه زشت یا حضرت ابوالفضل آنتونی مارسیال بگم گیرموده مارسیال برادر تریکشات انداخت فرنگ تو گره فرنگ رو زد قشنگ زد. اف سی 4 هم خواستید حتما این بریم کنم اصلا مثل من اگه نداریم این بالا لحظه باشید یه گل هم بخوره نه چلسی یه گل هم بخوره این بالا براتون این استای من میاد آیدیش شما لطفا فالو بکنید که از استوریو اینا با خبر باشید. دسته هم خواهم شد
اصلا شارژ نداره. وای ولی خوردیم دستم شارژ نداره. شارژر به ما نمیدی. دست ویبرش فعاله وقتی که با بزنید و صداتون قطع میشه. بزن دیگه. چی گولی حال میده ولی ویبرش. او مای گاد. و تمام 4-1 این پیروزی رو تقدیم به تمامی سابسکرایبرام میکنم که ما ویو میگیرم. نمیدونم دارم چی میگم ولی تقدیم به شما میکنم از دل. خب بچه ها مرسی که تا اینجا همراه من بودین و امیدوارم اگه خوشتون اومد یه لحظه مرسی. اگه خوشتون اومد از این بازی حتما نظرتون برام بنویسید و حتما هم بگید که دوست دارید FC24 این نه خاموش FC24 FC25 یا هر بازی دیگه داخل کنسول بغیر از چیزایی که پولیه مثلا با یه فورزا و GTA یا مثلا مثل فورتنایت و اینها دیزنی اسپید استورم شاید اینا نشینده باشید. من خودم تازگی رو گفتم و هنوز یه بارم بازی نکردم. اگر دوست داشته باشید که من میام حتما بهتون به اشتراک میذارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. حتما لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. کامنت هم بذارید نظرتون میخوام بخونم. فعلا پیس اوت.